سلام به خلق قوارتان، خوش آمدید به چینل خودتون فهیم دوستانی. بله بچه‌ها، امروز قرار است که بریم به یک پیج اینستاگرامی پیدا کنیم براتون. این چینل فکر میکنم که بسیار دیگه واسه شکم خراب میکنه. آخر روزا هم هست و ببینیم که انسان چه حد بی‌رحم میشه. این حال ببینیم که انسان چقدر رحم داره و فقط با ما باشید. بریم روی کامپیوتر. بچه‌ها اینجا ما براتون یک چیز پیدا کردیم که یعنی دنیا را سمت کجا میره. اینجا ببینید بنظرم که تمساح است و این بنی آدم گرفته بود تمساح رو داخل آب جوش انداخته بود کامل در حال پخته کردن نشسته. ببینید وای 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 خدا. یعنی چی؟ چرا؟ یعنی خیلی غذاهای سالم هست که باید بخوریم و در کنار از اینکه سالم است خیلی میوه هست. موضوع دنیا این است که شکم سیر شود. Stop it. Get some help. این نیست که تو هر چیز گیر کردی رحم نکو بخور. اصلا درک نمیتونم که چی کنم. یعنی بخصوص چینایی ها خوب بیخی چه مردار کرنده می. اوه دیدی شکر بکش که مسلمان هستی. خدا شکر بکش مسلمان هستی. خدا شاهده اسلام کامل ترین دین در دنیا هست. قبول کو ایره، قبول کو. تسل که تو اصلا نه رحمی در شکمشون نیست. از که خوردن خب میخورن دیگه نه. بچا اینجا براتون لاک پشت آوردیم. لاک پشت همون سنگ پشت میشه. خب ببینید چه رقم می بیچاره را زجر کش میکنن. فقط ببینید نگاه کنین. بهترین راه برای توتا کردن گوشت یاد بگیرین. کسایی که البته خانوما یاد بگیرن که دوچار از این مشکلات ها زیاد میشن. اوه چی حال است؟ اوه خوردش بینی رو ببینین که از عمق دریا چیز رو بر شما آورده و ببینین که چی رقم از او استفاده میشه. بچه این همون رقم که توجه میفرمایید بقص. ببینید چی رقمی را میخواه. کم کم دلم باد میشه بچه دیگه، خیلی دلم باد میشه بچه. نمیخوایم آل دلتون را بد کنیم ولی این را اگه ببینین مطمئنم که دلتان بد خواهد شد. چطور دلشان میشه دست بزنم مازم 1 کیلومترشون تیرشون نمیتونم از که پری میم. چقدر راحت تو میگره فقط بگوش تو که انتقال میکنی یارا. بچا ببینید که بنزش هیچ کار میکنه. تربوزا میزنه یا سنگ پشت میزنه. به نظر من که شاید سنگ پشت بزنه ولی تربوزا میزنه هم. یعنی بعید است که قدر رحم داشته باشن. اوه عجب ساتولی داره نیا. یه ببینید خانم زیبا در کنار خوک. چرا قندیل از یومش از برای سرگو زد کلره سرش زد سر آم زبا لعنت یا بر تخمتان ناله بی ناموسا. یک رقم میکشید مخلوق خدا را که مد نظرشان نمیه خلاصه گر. 有一天，原本平静的村庄突然受到一不明寄生生命体 اندازی با قرآن آلو 快找出怪兽马格尼 یا مجازاتش مرگ هستن باید بمرن یا کسایی که کارا رو میکنن. برای من به خدا کلشان قتل عام میکنن. در این قسمت میخوایم بر شما نشان بدیم که خارج چرا میگن که گوشش حرام است. به اینجا واضح براتون نشان بدم. این دستگاهی است گاوا میاره و این خیال نکنین که گاوا اینجا نان میکنه. گاوا اینجا خفا میکنه. یعنی گاو خفا میشه اینجا نه حلال میشه با چاقو چی خفا میشه. ببینید ویدیو. ببینید دستگاه رو اونجا مون دستگاه رو پرس میته و سر گلونش گرفته تا رای ماجرای تنفسیش میگیره و ببینید وای
یعنی بیرحمن، واقعا بیرحمن. کسایی که دور از دین اسلام هستن واقعا بیرحم هستن. حیوان، اینی حیوان از سر ذکر خیلی خوب است، خیلی نکات مثبت داره، ولی وا فکر نکنم. اوه چی حال است؟ پمپل بزنی وقت یارو کشتن. دارای ازا خیلی جرأت داره. یک چیز براتون بگم، با قرآن یا خیلی دختراشون جرأت، خیلی جرأت داره. ما اینه که کلان شدیم شاید گسان بتونه گفته یکم تا که چی کنه، اما این رقم و یک ویدیو دیگر براتون آوردم که واقعا دیگه شاید از نان خوردن دلتون رو پرت کنم. بیدید ببینید. بله چی رقم میخورین یا نمیشه به خدا که از یا نمیشه، یا هیچ از رای انسانیت نرفته امو را نمیشه، یا دگیر رجا می هر رقم حیوان بیتی اول از آبکوششان میکنه، باز یک رقم به مزه او را میخوره که بیخی خودت گفت میکنه که یا چه رقم میخوره. بچه ما اینجا گنگ شدیم، زنبورای دختر را میگزن یا دختر زنبورا را میخوره؟ من دقیق نفهمیدم. ببینین که شما چی میبینید. وای واضح وای. نمیشه که از یا باب الفضلی نمیشه، یعنی انسان های دیگر مثل مر یک زنبور بگزم شاید صدای مرا آخر قابل میشه. وای یعنی خیلی دیگه بد هستن. و بچه ها در آخر میخوایم براتون یک چیز رو نشان بدم که تمام اینا از دلتان بر. اینجا شما حس میکنید که یک زن زیبا و یک آقای جذاب هست، ولی در واقع ببینید که چی میبینید. خب بچه‌ها چند لحظه با ما بدین و دیدید که در دنیای بزرگ ما چی چیزهایی در حال رخ دادن هست. همیشه شکر بکشید که مسلمان هستید، شکر بکشید، لایک کامنت سابسکرایب چنل ما از یادتان نره، مرا خیلی کمک میکنه و مرا حمایت. و دیگه تشکر از اینکه با ما هستین و یک جهان ممنون که تا این دم با ما. تا دیدار بعد، بدرود.